Kuğre mağfertim, ergenim xuverno, mezazatım yazameydi. Eşvendirim, bu peyri keyrim, temnen hentim, verecen hentim, yavş şvaytim, تراداتم ان یشتامن. این فرازهایی رو که گفتم فرازهای دلنشین اوستاست. اوستا اوستا دو فر رو میشناسونه، دو خوورنو رو. خوورنو با ریشه نام خورشید یکیه، در چم گرما، پویش، جنبش هست. باور اوستا این هست که ایران دارای نیروی جنبشی، نیروی پیشبرنده هست. خود نسک اوستا با همین نام با ریشه سانسکریت با واژه ودا از یک ریشه هستند. می شود دانش. شاید شنیده باشید که نسک‌های ودایی دانشنامه هایی هستند. گمان کنم آیور ودا را شنیده باشید نامش رو. اینو دانشنامه هن. اوستا با این نامش می تواند و باید هم همینجور باشد که یک دانشنامه باید باشد، برای اینکه نامش اینو میگه. پدید آورندش یا نویسندش یا آغاز کننده اوستا که با نام گاها میشناسید مردی است به نام زراتوشترا سپیتامای. من ایشان را پدید آورنده این دانشنامه میشناسم، برای اینکه خود این مرد خودش رو زاوتر وایزمن میشناسونه. یک کمی که پیشتر بریم گفتگوی کوتاه من در برگیرنده یک واژه دیگر می شود، سو شیانت. در گاتها این واژه از زبان همین مرد دانشمند نوشته شده است، خود ایشان هستند. پس نسک اوستا یک دانشنامه است، پدید آورنده‌اش هم مردی است دانشمند. زمانی که خودش را زاوتر میشناسونه، زاوتر رو بسیاری از پژوهندگان در چم زود دانستن که به آتش داده میشه، آنچه که آتش را نیرومند میکنه. اما این نمیتواند درست باشد، برای اینکه ریشه های این واژه های رو که نگاه میکنید همچنان واژه زاوتر با واژه سکایی سرمتی که امروز در کافکاس تیره ای از ایرانیان با نام اوست زندگی میکنند، در زبان همینان، همچنین در زبان بهدینی که زرتشتیان گفتگو میکنن، زونستن و دانستن و زود در چم دانش هست. ایشان مردی بوده است دانشمند، زوتر مردی است دانشمند. پیشتر که می رویم در دورانهای پس از شاهنشاهی همایونی هخامنشی، به ویژه در هنگام شاهنشاهی همایونی ساسانیان، شما با دو نام هم آشنا می شوید که نسک اوستا را با نام زند می نامند. در دورانهای میانه شاهنشاهی همایونی ساسانی پازند را هم می شنوید، پازند هم می گویند. درست است که هر دو واژه رو، هم زند رو هم پازند رو، در چم
برگردان شده زبان اوستا به زبان پهلوی است، برای اینکه زبان اوستا زبانی است در دوردست و دانسته نمیشد. میبایستی به پهلوی گردانند که مردمان بدانند این را. این درست نیست. هم زند هم پازند با اون واژه زونستند، با اون واژه زوتر یکیست و باز هم در چم دانشنامه است. در سده‌های میانی همچنین نسک اوستا را با نام زند هم خواندند و این درست است. نه در چم آنچه که در انگلیسی به نام کامنتری مینامند، نه. برگردان شده یا بازگشایی شده اوستا به زبان پهلوی نمیتواند نام واژه زند را به او داد. زند واژه دانستن است، از ریشه زونستن است، باز هم میشود دانشنامه. در نوشته های پهلوی بسیار هست، من کوتاه باید بگم، بسیار هست که پیروان اوستا را پیروان دانش اوستا میبینیم. آنچه که من تاکنون گفتم این است که زراتشت سپیدما یک دانشمند است و دانشنامه او اوستاست. خب چه چیزی میتوانم از دانشمند بودن ایشان به شما بگویم؟ نخستین کسی است در گیتی نیرو را شناخته است. شناخت نیروها در دانش از بخش‌های بسیار بسیار بزرگ و مهند هست. ایشان نیروها را که میشناخته است، یکی از نیروهای کششی را میشناخته است. شما که سرکار دکتر پردیس بیشتر به سوی چهره شما نگاه میکنم چون شما دستن در کار این کار هستید. میپرسد مزدا، از تو میپرسم چه کسی این جهان را در فراز نگه میدارد؟ سرکار دکتر پردیس، من اگر ندانم که اگر دستم را رها کنم این لیوان آب به سوی زمین خواهد لغزید، آیا این پرسش رو میکنم که چه کسی این را در هوا نگه میدارد؟ نه. زراتشت سپیدما نیروی کششی زمین را میشناخته است. نمیشناخته است؟ پس این پرسش چیست؟ اگر نمیشناخته است چجوری پرسش میکند که مزدا چه کسی جهان را در فراز نگه میدارد؟ زراتشت سپیدما بسیار پیش از آن انگلیسی این را میشناخته است. نوشته‌اش است. نوشته‌اش همین گونه هست. میپرسد چه کسی جهان را در فراز نگه می‌دارد؟ از چیست ماه می‌افزاید، خورشید می‌کاهد، چه کسی راه ستارگان را نشان می‌دهد؟ زراتشت سپیدما نیروها را می‌شناخته است. به ویژه نیرو را، این دانشمند شناخت نیروست، به ویژه نیرو را دو بخش کرده است و اگر دو بخش نمی کرد دانشمند نبود، سیاه اندیش بود، ناآگاه بود. نیرو را دو بخش کرده است، چون که اگر نیرو نجنبد، اگر چیزی در برابر او نباشد، یعنی نیروی پایداری نباشد، جنبش نیست، رزिस्टانس، پایداری نیست. زراتشت سپیدما نیروی جنبشی، نیروی کششی را می شناخت و نیروی پایداری در برابر کشش را هم می شناخت. خب برای اینکه ساده بکنیم می توانیم بگیم که زراتشت سپیدما نیروی جنبشی و نیروی پیشرفت و خود جنبش را در سوی سپنتا ماینو، آفریننده، مزدا اهوره، دانای بزرگ، دانش بزرگ، در سوی او نهاده است. آنچه که نیروها را نگه می‌دارد، نمی‌گذارد نیروها پیش بروند، را در سوی نیروی خشمگین انگره ماینو نهاده است. درست است. زراتشت سپیدما بجز اونچه که نیروی جنبش را میشناخته است، فراتر رفته است. فراتر رفتنش این است که یک چیزی را به نام اشا میشناخته است. ایشان نمیگویم که ایشان بنیانگذار این است، برای اینکه اگر در زبان سانسکریت شما نگاه کنید، رتا شناخته شده است. اگر بر این بگیریم که زبان سانسکریت پیش از زبان گاتها بوده است،
نمیتونم بگم. میگویند، من باور نمی کنم، یک زبان است. میدانید سانسکریت با اوستا یک زبان است. هوسه دیگرگون است. اهورا اسورا می شود. خب رتا را ایشان در گوی خودش اشا نامیده است. شاهکار این دانشمند بزرگ، شاهکار زراتشترای سپیدمای این است که نیروها را می شناخته است و نیروهای سامان بخش، نیروهای فرمانبردار دانش، نیروهای سامان داشته شده را رتا و در گویش خودش اشا نامیده است. زراتشترای سپیدمای اشا را آیین گیتی می دانسته است و همه چیز را در میان اون می شناخته است. زراتشترای سپیدمای همه جنبش های افزایی، پوزیتیو موومنت، همه جنبش های افزایی را در اشا شناخته است و شناسانده است. ایشان یک نیرو را، گفتگو از او آسان نیست، جهان بزرگی است این مرد، در دل اون اشا یک چیز را به نام فروشی باز دوباره شناخت. اینا تکنیکال ترم هستند، درباره اینا باید بسیار گفت. در دل اشا یک نیروی را به نام فروشی شناخته است که میگوید که این نیروی جنبشی فروشی در همه چیز هست، در گیاهان، در آب، در تن آدمی. و باور زراتشترای سپیدمای این است که مزدا اهوره، دانش بزرگ و آفریننده و پدر اشا، خود دارای همین نیروی فروشی است که در پهلوی بهش فروهر میگن. زراتشترای سپیدمای باور دارد که این نیروی فروشی جان زندگی است، جان جهان است. باید کوتاه بگم، باور دارد که جنبش گرماست. نیست، هست. کسی نمیتواند بگوید جنبش گرما نیست. او میدانسته است که آنچه می جنبد برابر آیین می جنبد و از یک دانش بزرگی که آفریننده آن دانش است، یعنی اشا، فرمان برداری می کند همیشه. برای این است که زراتشترای سپیدمای دلداده اشاست. دلداده اشاست. در گفتگوش کوتاه نمیاد، همش از اشا گفتگو میکنه. از سامان گیتی گفتگو میکنه، دلداده سامان است. میگوید که نیروی پیشبرنده‌ای به نام فروشی پدید آورنده هستی است. میگوید که پدید آورنده آدمی و رویش اندامها، رویش موی بر تن نوزاد در شکم مادر، در آمدن یا رویش انگشتان و همه اندامها زیر چیرگی و دستور و داد و فرمانروایی فروشی انجام می شود. بسیار بسیار جای شگفتی است که این مرد دانشمند بیکران این را میدانسته است. اینجا چند پزشک هم نشستند، نمیخوام که در اون راه ببرم گفتگو را. میدانیم که در جنین رویش ها که آغاز میشوند تا یه جایی میرویند، سپس باز میستند. فرمان اشا تا جایی که باید باشه، گلدن ریشیو، اونها باید انجام بشه. اونگاه که رویش ها انجام شد، یعنی 5 انگشت به اندازه‌ای که باید رویید، میسته. فرمانبرداری از آیین بزرگ، فرمانبرداری از اندیشه بزرگ، از دانش بزرگ، مزدا اهوره. فرمانبرداری از آیین به نامی چیزی به نام اشا که اشا زرتشت سپیدمان سراسر از اون گفتگو میکنه. در برابر اون بسیار بسیار ساده است که بگیم که دروغ را نهاده است. دروغ در اندیشه زرتشترای سپیدمای این نیست که من اکنون بگویم که اینک شب است. این نیست. دروغ، آنچه که زرتشترای سپیدمای به نام اشموغ مینامد، به همزننده اشاست، به همزننده سامانه است،
به همزننده سامانه بسیار اشاعی شاهنشاهی همایونی هخامنشی است. کسی است که بیداد می کند، کسی است که ستم می کند. این در جهان زراتشترای سپیدمای بسیار بسیار بخش کوچکی از آن هست که بهش دروغ بگوییم. اون چه که نیست، هر بخشش را بگید، آیین‌های فیزیک را بگید، آیین کیمیا را بگید، دانش پزشکی را بگید، دارو را بگید، آنچه که در برابر اون باشه زراتشترای سپیدمای در بخش اشموغ میگذارد. هیچ کدام از ما که اینجا هستیم گمان نمی کنم که واژه آنارشی را نشنیده باشد. بخش بزرگی از پژوهش‌های من در زبانشناسی بوده است. من زبانشناسی بیشتر خواندم. آنارشی واژه یونانی نیست. ان شما می‌دانید پیش واژه‌های نایی هستند که در زبان‌های اندوژرمنیک به کار می‌رود، که در زبان ایران هم به کار می‌رود. اون آرشی چیست؟ اشاست. دانسته می‌شود چیست؟ آنچه که هنجار هستی را آیین‌های فرمانبرداری کننده از آفریده یک دانش بزرگ اشارا به هم بزند، اون آنارشیست. همون که در پهلوی بهش اناین میگن. همچنین همین واژه آنارشی در میان ایرانیان قفقاز نه قف هست نه قاز هست، در میان ایرانیان قفقاز می شود کوهستان. نژادی میزید امروز به نام ایرون، خودشون را ایرون می نامند. شما شاید به نام اوست میشناسید. اوست همین چیزیست که سرکار دکتر فردیس، همین که به نام آزاد و آزاده شما میشناسید همون است. یک تیره ای از ایرانیان. آزاده در چمه ایرانی هست، همیشه بوده است. اینا همه شیوه زندگی از رخت پوشیدن تا خوراک و نوشاک پوشیدن، از پرورش فرزندان، از آموزش، همه شیوه زندگی را که درست باشد را اشا می نامند و آنچه که وارونه این باشد آنارشی یا اناختا می نامند. اشا در زبان اون مردم که زبان سرمتی و زبان سکایی است اخطا شده است. پس میبینید که در اونجا هم هست این سه واژه‌ای را که گفتم، اشا یا رتا پیش از گاه‌ها یا گاهان، و اشا یا اخطا یا آنارشی یا ارشی و سپس آنارشی، چیزیست که اشا زرتشت سپیدمان یا زرتشترای سپیدمای به نام دانشمند بزرگ گیتی، به نام بنیانگذار دانش جهان، چیزی در دانش نیست که پزشکی نمیتواند شما گفته کنید که از نیرو، نمیدونم از جنبش نیروها در اون گفتگونه. زرتشت سپیدمای بیچونه چرا بنیانگذار دانشه، شناسنده نیروهاست، جنبش ها را میدانه. زرتشت سپیدمای و آیین او میگوید که آتش در همه چی هست، آتش در اوروار هست، برای اینکه میگوید که اگر دو چوب را به هم بسابید آتشی از آن را بیرون میکشید. این جنبش نیروها نیست؟ هست. زرتشت سپیدمای این را میدانسته. بیچونه چرا میدانسته این را؟ چند بخشش را گفتم، یکی کشش زمین را گفتم، کشش نیروست، میدانسته این را. شگفت‌آور است، بسیار شگفت‌آور است. و دردا و فسوسا که این بخش این گونه نگاه کردن به زرتشت سپیدمای را کسی نگاه نکرده است. اندک ایرانیان آمدند اینجا، به شما درود که آمدید. از دیدگاه من به زرتشت سپیدمای پیامبر گفتن دشنام هست به او. برای جهان مایه بالندگی است، برای همه جهان از گذشته تا آینده مایه بالندگی است که کسی آمده است به این نام. درباره آتش یک گفتگوی کوتاه دیگه می‌کنم، زمان من زیاد نیست، نمیخوام که هنگامتون رو بگیرم.
یک واژه‌ای هست، با دکتر پردیس امروز گفتگو می‌کردیم، یه چیز دردناکی هم گفتن، سوشیاند. ببینید سو، من گفتم من کارم بیشتر، دانش من بیشتر زبانشناسی باشه. سو همین است که در واژه سواستیکا می‌بینید. سو در زبان سانسکریت سوست، باید در اوستا هو باشد. هو در چم خوب است. سواستیکا می‌شود خوب. سوشیانس، سو می‌شود خوب. سیانس همین واژه دانش است که در زبان لاتین هست. سیانسه همین واژه. کسی نمیتونه، من کارم اینه، من ببخشید اما من نمیگذارم که کسی منو بزنه روی این که بگه که نه واژه سوشیانس واژه دانش نیست. هست. سو یا هو خوب هست، دانش ساینس دانش است. زراتشت سپیدمای دانشمند نبوده، دانشمند خوب بوده است. برای این گفته است که دانشمند خوب. و گفتگوی زراتشت سپیدمای هرچه جلوتر میری شاهکارتر میشه. از یک چیزی به نام فرشکرد گفتگو میکنه، نو کردن، فرش کردن، تازه کردن گفتگو میکنه. زراتشت سپیدمای باور داره که خودش دانشمنده، خودش هست دانشمند و میخواهد و میگوید که نوکنندگان جهان بیایند، دانشمندان سوشیانتان بیایند. اگر پزشکان اینجا نشستن هستن، شما سوشیانت، دکتر پردیس شما باید سوشیانت باشید، برای اینکه دانش خوب را همش دنبال میکنید. زراتشت سپیدمای میگوید دانشمند باید زیاد باشه، دانش را باید سپاس داشت به مزد اهوره، به نام دانشمند، به نام یک دانا، به نام بنیانگذار و چشمه دانش باید نگاه کرد، باید همواره نو شد، باید همواره نو کرد، برای اینکه فروشی، برای اینکه عشا از یک آیین جهانی پیروی میکند که ما میبایستی دلداده و پیرو راه دانش باشیم. این است که زراتشت سپیدمای میگوید که فرزندی که به خانه مزدی اصلی میآید، زاد او را باید گرامی داشت، برای اینکه میآید که یار مزدا دانای بزرگ باشد که جهان را به سوی فرشکرد، به سوی نیکی و خوبی برد. برای همین است که میگوید که زاد روز فرزندانتان جشن بگه. هرودوتوس، هاریکارناس، برای او خنده‌آور است که فرزندان پیرو مزدی اصلی زاد روز خودشون رو جشن میگیرن، چون نمیدانه. اکنون هم که جهان، نام گفتار من این است که دهش دانش آیین زرتشت به جهان، این کوتاهش را میگویم. اکنون همین بزرگ داشته زاده شدن آدمی در جهان پخش شده. همه این را با نام نمیدونم برثدی پارتی، نمیدونم اینها جشن، اما نمیدونن چیکار میکنن. ما پیرو عشا زرتشت سپیدمان باور داشتیم که هر کس میآید به خانه مزدی اصلی باید سوشیانت باشد، باید پیرو عشا باشد، باید پیرو اخطا باشد و انخطا نباشد، باید پیرو عشا باشد و انارشیست نباشد. اون کار سیاه و شرماوری که در سال تباه 57 ایرانیان کردن، همشون انخطا، ضد عشا، اشموق، انارشیست بودن و اون کار مایه شرمندگی. آیین زراتشت سپیدمای به هم خوردن آیین را نمیپذیرد. داد را میخواهد همیشه داد باشد، بیداد را نمیخواهد، برای آنکه گیتی بر آیین داد سپندها نهاده شده است. زراتشت سپیدمای پی در پی عشا را دل داده است و عشا را آیین سپندهای مزدا میداند. گمان کنم هنگام داره پایان میشه یا شد. یه چیزی هست به نام نوروز. زراتشت سپیدمای دلداده گیتی است، دلداده زندگی است. زندگی را هنگامی میخواهد که همه چی درست باشد. زمانی که همه چی درست باشد، من سرپا میتوانم بیایم اینجا، نیرو داشته باشم، نیرو، میدونید جنبش، اونی که زراتشت سپیدمای میگه، میتوانم گفته کنم. اگر نه چیرگی انگره مینو بر جنبش استوار نیروها، کنستانت ولوسیتی، چیرگی پیدا میکنه، من نمیتوانم اینجا بیام گفته کنم. زراتشت سپیدمای میگه که زندگی شادی است، زندگی را باید شاد نگه داشت. اشم و هو هستی، اوشتا هستی، اوشتا احمایی یدشای. زراتشت سپیدمای این را میگوید که زندگی بر پایه عشا زندگی است،
زندگی اگر شاد است زندگی است، اگر ناشاد است زندگی نیست. باز یه چیزی کوتاه، زیاد اینجا گفته آوردم، میگذارم بمانه. میبینید که پیروان مزدی اصلی یک چیزی به نام آتش را نگه می‌دارن. آتشی به نام آتش ایران شاه هست که خب در بیرون از ایران روشن است. آتش پنجگانه، یک آتشی در درون، اینها را زرتشت سپیدمای در دل فروشی ها میشناساند. جنبش دیگه. باور من بر این است که بنیاد زرتشت سپیدمای برای گذاشتن آتش در نیایش‌ها سپاسداری از نیروی فروشی، از جنبش، از انرژی شما میگید، از نیرو هست. زراتشت سپیدمای شناسانده نیروست، شناساننده نیروست. نیرو را او شناسانده است، پدر انرژی است، انرژی را او شناساند. برای همین هم است که از پیروان مزدی اصلی خواسته است که بالاترین نماد جنبش را که آتش هست را همیشه در نیایش ها بگذارن، برای اینکه نیایش های مزدی اصلی سپاس از زندگی است. این نیست که مزدا به من دست بده، پا بده، زر بده، خودرو بده، اون نیست. پیروان مزدی اصلی نگهبان و نگهدار عشا، زندگی، شادی و خوشی هستند. برای اون است که در نوروز همه هستی، نماد همه هستی هفتا که پیشکش به آتش است، پیشکش به عشا و هشتا، بالاترین عشا هست، سپاسداری میشه. این است آیین آورده زراتشت سپیدمای. مرد بسیار بسیار شگفتی بوده است سرکار دکتر بردیس. من گمان کنم که او هیچ شناخته نشده است. افسوس و افسوس و افسوس هست که هیچ وقت در اون زمینه که من بسیار دوست دارم، این زمینه که خودم میگویم، از زراتشت سپیدمای گفتگو نشده است. مایه افسوس است. نگاه دانشمندان و نگاه ایرانیان به او نمی بایستی این گونه که هست باشد. یک چیز دیگه ای هست به نام کشتی. شما به من گفتید که هرگاه زرتشت گروندگان به دانش بزرگ می آیند و می گویند که ما کشتی ببندیم. کشتی بستنی عشا زرتشت زراتشت سپیدمای برای این است که ببندید کشتی را، پیمان کنید که پیرو عشا باشید، سوشیانت باشید، برای نیکی، برای نبرد با اشموق، برای نبرد با آنارشی، با اناختا آماده باشید. یار مزدا باشید، سرباز مزدا باشید و در برابر آنچه که نیروی سرکش است، انگره مینو هست، پایداری بکنید. یه چیز کوتاه دیگه ای بگم. همه شما از فیزیک مایه ای دارید. یک دانشمندی پیرو زراتشت سپیدمای بوده است در هنگام شاهنشاهی همایونی هخامنشی. نام او اروپاییان اوستانس او را می نامند. اوستانس باید این هوشدانه، یک کسی اینجوری باشد. این شان همراه با شاهنشاه روانشاد خشرشاه، زمانی که خشرشاه به یونان رفته است، با ایشان در میان ارتشداران ارتش شاهنشاهی به یونان رفته است. از شاگردان او کسی که در آنجا نشسته است کسی بوده است به نام دیموکراتوس. شما باید دیموکراتوس رو بشناسید، به ویژه شما. میگویند اروپاییان که دیموکراتوس بنیانگذار نیروی چیزی به نام اتم است. اتم میشود نشکافتنی، تکه نشدنی. کوچکترین پاره هر گوهر یا المنت را میتوانید اتم بنامید. اوستانس یا هوشدانه استاد دیموکراتوس است. من باور نمی کنم که اگر زراتشت سپیدمای نبود،
هوشدانه می توانست دموکراسوس را بپرورد. باور بر این است که در میان اتم جنبش الکترونی است. الکترون سرکار دکتر پردیس در زبان یونانی برگردان کهرباست. امبر برگردان کهرباست. از زبان ایرانی برگردان شده است. برای چی اون نامش کهربا باشد؟ پس ایرانیان میبایستی پس از زرتشت سپیدامان جنبش ها را بشناسن، نیروها را بشناسن. برای همین هم است که باتری داشتن 2000 سال پیش. برای همین است که میدانستن الکترولیز را میشناختن، میدانستن که از زر با کندن چیزهای کوچک روی مس بتوانند بنشانند، مس را میتوانستند زراندود بکنن. من باور دارم که زرتشت سپیدمای پدر دانش هسته‌ای با این گفته هایی که گفتم بوده است و جهان بدهکار اندیشه اوست. زرتشت سپیدمای 4 چیز را دیگر میگوید که میبایستی نگه داشت، اون 4 گوهر آب و هوا و اینها را. اون بخشی از اشخاص نیست. اگر اونها آلوده باشند جهان مزدایی از پا میستد. جنبش الکترونی پیرو یک چیزی است به نام کانستنت ولوسیتی. جنبش الکترونی یک نیرویی دارد، یک خیزی دارد، خیزی همیشه استوار. اگر آن خیز دستکاری بشود آنگاه دیگه چیزی به نام هسته، چیزی به نام اتم از ریخت خودش بیرون می رود. همه اینها می بایستی در آن چیزی بگنجد که زرتشت سپیدمای بنیان گذاشته است. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گویی که بهره ندارد ز خاک. زرتشت سپیدمای. نمو زرتشت سپیدمای، نمو زرتشت سپیدمای. زرتشت سپیدمای یز میده.